السلام علیکم. ما میخوایم که درباره 1 دقیقه زندگی حرف بزنم که یعنی شما میتونین در 1 دقیقه چقدر دستاورد داشته باشین. یعنی این سیریز انشالله ادامه خواهد کرد، ویدیوهای بیشتر 1 دقیقه زندگیتون. فکر کنین در 1 دقیقه شما میتونین چقدر چیزها را یاد بگیرین و چقدر اجر و پاداش ببرین. 1 دقیقه. یک دقیقه پورا نشده ولی من چقدر چیزا رو یاد گرفتم. اسلام با ما می آموزد، یک کتاب است. حال به سراغ ذوق و سلیقه یا همسایه می رویم. اسلام با ما می آموزد که اگر میوه یا غذای خوشمزه و کمیابی که دهان را آب می اندازد وارد خانه شدیم و یکی از همسایه ها چی کوچک و چی بزرگ آن را دید، باید به آنان بدهیم. چون آن را از دید آنها پنهان نکرده ای، پس باید خودت به رضایت خاطر و نیت پاک به آنان بدهی. سبحان الله. فکر کنین در 1 دقیقه چقدر یک گپ عظیم یاد گرفتم. هر چیزی که میارین همراه همسایتان شریک کنین. هر چیزی که دارین پخته کردین برشان شریک کنین. 1 دقیقه زندگی است. من میفهم شما یک جوان، یک خواهر، یک برادر بسیار هوشیار هستین که شما 1 دقیقه زندگیتان هرگز از دست نمیدین.